سلام میگم خدمت تمام همراهان عزیز، دوستان گرامی و علاقه‌مندان به یادگیری نرم افزار یادکا. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز خوبی رو سپری کنید. خب همونطوری که در جریان هستید، ما در واقع توی این جلسه، یا بهتر بگم در طی چند جلسه، قرار هست که به صورت کامل نرم افزار یادکا رو یاد بگیریم و ببینیم که نرم افزار یادکا به چه صورتی است. خب در واقع ازتون اجازه میخوام که در وهله اول ما در واقع سایت یادکا رو بیاریم بالا. همونطور که مشاهده میکنید yad.ka سایت یادکا هستش که خب وقتی که شما باز میکنید با این صفحه روبرو میشید. خب اینجا یک سری توضیحات در مورد این نرم افزار یادکا داده که یعنی چی و به چه دردمون میخوره. خب نرم افزار یادکا یک در واقع ابزاریه برای اینکه ما بخوایم در واقع سرورهای تیم اسپیکمون رو منیج بکنیم. و خب در ادامه هم گفته که اگر نمیخواید وقتتون رو صرف این بذارید که کوئری کامند ها رو یاد بگیرید، خب شما در واقع به این نرم افزار در واقع یادکا چیزی که شما بهش احتیاج دارید. اگه خیلی علاقه‌مند هستید که ببینید کوئری کامندز چیه و اینا، در موردش میتونید جستجو بکنید. خیلی نمیخوام تو حاشیه برم توی این آموزش. خب همونطوری که توضیح دادم، پس یادکا یک نرم افزاری و احتمالا خودتون هم میدونید یادکا یک نرم افزاری هست برای اینکه ما بخوایم سرورهای تیم اسپیکمون رو منیج بکنیم. خب اسکرین شاتش هم اینجا هست. واقعا سری اطلاعات در مورد سرور ما داده، یک سری برآوردها، یک سری چارت ها ما داده که حالا میشه اینجا مشاهده بکنیم و تنظیمات ویژوال سرورمون رو میتونیم اینجا داشته باشیم و آواتارها و فایل ها. حالا مثلا اینجا میخواد بگه که مثلا شما روی یک چنل وقتی کلیک کردی، مثلا روی این چنل کلیک کرده، میتونه فایل هایی که آپلود شده رو ببینه. آره میخواد بگه ساختار شاخه‌ای چنل و حالا ایمیج هایی که در واقع قرار داره و پرمیشن ها رو میتونیم اینجا مشاهده بکنیم و تغییراتی که میخوایم رو روش در واقع به صورت واقعی ادیت بکنیم. خب ریلیز ها رو ما اینجا داریم که خیلی به دردمان نمیخورد. خب بریم توی about این هم ببینیم. اینجا چیز جالبی گفته که در واقع در این بخش به این موضوع اشاره کرده که در کجاها بیشتر استفاده میشه و خب آپدیتش هم خیلی قدیمیه، 2015 و بر اساس دانلودش در واقع اینجا گفته که حالا منابعش رو گفته و خب اینجا میتونیم در این مپی که در واقع قرار داره واسمون ببینیم. ایمیل از بذارید اینو آف کنم که البته فرقی نمیکنه. اوکی. خب میبینیم که احتمالاً چون که یونایتد استیتس هم چون آبیه، احتمالاً اونایی که آبی هستن تعداد دانلودهای بیشتری دارن. میبینیم که ایران هم در کمال ناوری تعجب در سال 2015 رنگش آبی بوده. خب میگه که تعداد دانلودها از جرمنی، از آلمان 1/5، در واقع بیش از 1/5 احتمالاً، چون البته بزرگتر اینور، و در ترکیه بیش از 1/3 در واقع سایر کشورها رو گرفته. مثلا میگیم کل جهان رو، دانلودهای کل جهان. آره دیگه دقیقاً. میگه که یادکا همچنین محبوبه به ترتیب، فکر میکنم چون که خوندم، آره دسندینگ به صورت نزولی در برزیل، یونایتد استیتس، فنلاند، فکر میکنم لهستان، ببخشید آره لهستان، ایران و مجارستان و در آخر هم فرانسه. و خب همین دیگه. و خب اینجا هم شاید براتون جالب باشه که یادکا مخفف چیه. Yet another TeamSpeak Query App، یک برنامه دیگر کوئری فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. خب خودتونم میدونید دیگه، ما الان تو سال 2025 هستیم و دیگه اون عرضم به حضور شما محبوبیتی که تیم اسپیک در قدیم داشت رو دیگه الان نداره و کم کم
تعداد کاربراش داره کم کم دیگه میاد پایین، با توجه به اینکه تیم اسپیک هم خودش خیلی در واقع آپدیت های خیلی زیادی نمیده که بخواد این کاربرانی که از دست رفته رو جذب بکنه. خب قاعدتا کسی که سیستم مناسبی داشته باشه و توی ایران نباشه میره از دیسکورد استفاده میکنه، ولی خب هستن هم تو خارج هم تو ایران که هنوز از تیم اسپیک استفاده میکنن به علتهای مختلفی. خب مثلا تو ایران دیسکورد فیلتر شده و خب اکثر افراد برای اینکه گیم آنلاین بزنن نمیان وی پی ان بزنن و خب برن توی دیسکورد، در نتیجه میرن مجبورن برن توی تیم اسپیک و خب سیستم های افرادی که سیستم های ضعیفی دارن و خب بعضی از روی تعصب یا حالا علاقه شون میرن در واقع به سرورهای تیم اسپیک و اونجا با دیگران ارتباط برقرار میکنن و از این قبیل. خلاصه این که پس سر همینه که ما خیلی آپدیت هایی رو نداریم و خب میبینید که اصلا این آپدیتش واسه 2015 و قیافه سایت رو هم میبینیم که اصلا آخرین ریلیزش واسه که واسه 2023 هستش. خب در واقع توی این جلسه هم همونطوری که در جریان هستید ما یه سری توضیحات راجع به یادگاه میدیم و اینکه توی در واقع در جلسه بعدی یا به طریقم در پارت بعدی فرقی نمیکنه که میریم سراغ این که چطوری به یک سرور تیم اسپیک در یادگاه کانکت بشیم. با ما همراه باشید.